بخشیده به روز جوانان تاجیکستان که همساله 23 می تجلیل کرده می شود، در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند چهاربینی عمومی ورزشی دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی برگزار گردید. در این چهاربینی عمومی ورزشی بیش از 38,000 نفر جوانان، کارمندان کسب و کار گوناگون، مهمانان خارجی و دیگر قشر جامعه شرکت ورزیدند. امروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوا ملت جناب والی محترم رحمان نسبت به ورزش توجه خاصه ظاهر گردیده است. از جمله کارمندان ریاستی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و امورده و کرس جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت نیز دست جوانان اشتراک کرده ایستادند. گمان میکنم که عمومی گردانی ورزش این برای سالمی نسل نو است، برای سالمی جامعه بهترین عامل به حساب می‌رسد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ضمن برآمد خود در مراسم گشوده شوی این چهاربینی ورزشی قید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان سال سال برای رشد و عمومی گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب ساکنان و ورزش و تربیت جسمانی که یکی از عامل‌های اساسی سالم گردانی مردم به حساب می‌روند، توجه خاصه ظاهر می‌نماید. در این زمینه همساله در قطار دیگر چهاربینی‌های ورزشی در سراسر مملکت دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی گذرانیده می شود که ساکنان سرشمار ورزش دوست را سرجم می نماید. قید کرده شد که در زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عنعنه‌های ورزشی نیاگانمان باز هم رونق و رواج یافته، نمودهای بیشتری ورزش سال از سال معروفیت پیدا نموده، طبقه‌های گوناگون اهالی را فرا می‌گیرند و عمومیت بیشتر کسب می‌نمایند. در این روند با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای آخر در کشور دایر نمودن روز دوی ملی به حکم عنعنه درآمده است. چهاربینی مذکور که در عرفه تجلیل روز جوانان در سراسر کشورمان تاجیکستان صاحب استقلال برگزار می‌گردد بس رمزی است، زیرا ورزش گروی سلامتی و حاصل صلح و ثبات میباشد. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ورزش توجه ضروری ظاهر نموده، با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همه شهر و ناحیه‌ها و بنیاد میدان‌ها انشاءات و تالارهای ورزشی و رشد من بعده اینفراستراکچورهای ساحه ورزش اعتبار جدی داده می‌شود. باعث تاکید است که تمام سال‌های 2018 2023 و 4 ماه سال 2024 در ولایت بیش از 450 انشاءات ورزشی از حساب همه سرچشمه‌ها مورد استفاده قرار داده شد و این اقدام من بعد نیز ادامه می‌یابد. رئیس ولایت سوخت علاوه نمود که دوی ملی نوابسته از تاریخ نه چندان طولانی داشتنش علاقه عنعنه‌های سالم و رقابت‌پذیر خویش را دارد. خصوصیت خاص چهاربینی مذکور عمومیت آن میباشد، یعنی در این چهاربینی کل ساکنان مملکت نوابسته از سن و سال، جنس، کسب و کار و عمل و منصب شرکت می‌ورزند. ذکر کرده شد که با هدایت و دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیاست دولتی جوانان یکی از سمت‌های افضلیتناک فعالیت حکومت کشور شناخته شده، جهت دستگیری و پشتیبانی نسل آینده‌ساز و قشر محوری جامعه توجه همیشگی ظاهر کرده می‌شود. از جمله قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان، کنسپسیون و استراتژی‌های دولتی در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان در جامعه، قبول و عملی گردانی یک قطار برنامه‌های ساحوی دولتی، ملاقات‌های پیوسته و منتظم پیشوای معظم ملت با نمایندگان جوانان جمهوری، راه‌اندازی نمودن یک زمره هوسمندکنی‌ها از قبیل استیپندیاهای پرزیدنتی، جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، گرانت‌های حکومتی با مقصد دستگیری تشکیلات‌های جمعیتی کار با جوانان، بنیاد میدانچه‌های ورزشی مجهز و دیگر تدبیرها شهادت غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت نسبت به نسل جوان سعادتمند کشور میباشند. اقدام و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت بود که امروز جوانان ما با عزم و اراده قوی علم و دانش و کسب و هنر می‌آموزند و به خاطر آبادی و پیشرفت کشور محبوبمان فعالانه سعی و تلاش می‌ورزند. برابر این یکی از مسائل‌های مبرمی که همه ما نسبت آن باید با تمام مسئولیت و جدیت مناسبت نماییم، در قلب و شعور جوانان بیشتر تقویت و خودآگاهی و خودشناسی بوده. امروز جوانان کشور ما باید در چنین روحیه‌ای به پای رسند که برایشان هر پاره خاک وطن عزیز و مقدس باشد و حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ دانند. امروز ترغیب طرز حیات سالم پیش از همه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
با این طرز حیات سالم اهمیت جدی داده می شود و امروز باعث افتخار است که تمام ساکنان ولایت سوخت، هم دانشجویان، عموما همه اهالی برای باز هم پرقوت کردن آب و تاب دادن بدن خود به این چاره‌بینی همه کسا برآمدند. برگزاری چنین چاره‌بینی ها امکانیت می‌دهد که ساکنان هر روز به همین آب و تاب دادن بدن خود مشغول شوند و ما باید که جوانان را در روی وطن دوستی، میهن پرستی، طرز حیات سالم، جسوری و دلیری خدمت کردن به مادر وطن تربیت و آماده نماییم. مسئله بخشیده به روز جوانان دوی عمومی برگزار می‌گردد. امروز دیده استودید ما اهل کلکتیو آموزگاران دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در اینجا جمع آمدیم برای هم جوانان، برای هم کلان سالان دوی ملی برای سلامتی البته فایده کلان دارد. آینده دولت ملت امروز در دست جوانان است. ما از این اقدام به نهایت خرسند هستیم. چاره‌بینی ورزشی که برگزار می‌گردد برای عمومی‌گردانی ورزش برای طرز حیات سالم بگذرانده می‌شود. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهد که ساکنان بیشتر به چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی جلب کرده شوند برای سالم نگاه داشتن خود هم وقت کوشش به خرج دهند. چاره‌بینی عمومی دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، ورزشکاران و ساکنان گوناگون کسب و کار از نزد مجموعه حفظهای شناوری آغاز گردیده توسط کوچه رحیم جلیل، خیابان رحمان نبیف تا نزد مجسمه ابو عبدالله رودکی در مسافه بیش از 10 کیلومتر ادامه یافت. باید یادآور شویم که دویدن یکی از نمودهای ورزش سبک است که به سلامتی انسان فایده زیاد دارد، زیرا هنگام دویدن فعالیت تمام عضوهای انسان بهگردیده گردش خون خوب می شود. برگزاری این گونه چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی امکانیت فراهم می آورد که ساکنان بیشتر به ورزش مشغول شده وقتی خالی خود را در انشاءات‌های ورزشی سپری نمایند. اشتراکچیان دوی ملی خاصه دوستداران ورزش در این چاره‌بینی عمومی ورزشی با شوق و هوس زیاد مهارت سنجی کردند و بهترین ها از طرف حکمان معین گردیدند. با بیش از 100 نفر اشتراکچی فعال دوی ملی و ماراتون ولسپیدرانی تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپرده شدند. مورد به ذکر است که در مجموع در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت بیش از 110,000 نفر در این چاره‌بینی عمومی ورزشی با حس بلندی و تندرستی اشتراک نمودند. ما زنان نیز برابر مردان در همه چاره‌بینی‌های ورزشی فعالانه شرکت می‌ورزیم، زیرا ورزش گروی سالمی جامعه است. از هر یک مادری سالم فرزند سالم به دنیا می آید. سوم سال می شود که در بین زنهای ولایت جای اول را اشغال می نمایم. امروز نیز در بین زنهای ولایت جای اول را اشغال نمودم. باعث خوشنودی است که هر ساله در سراسر کشور بخش به روز جوانان تاجیکستان هر گونه مسابقه‌های ورزشی تشکیل برگزار کرده می شود. امروز باشد در شهر خوجند با تشبث ریاست کار با جوانان ورزشی ولایت سوخت با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت دوی ملی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برگزار گردید که در آن جوانان ورزشکاران ساکنان شهر از آن جمله دانشجویان و استادان مؤسسات تحصیلات عالی و کسبی اشتراک نمودند. همزمان در این چاره‌بینی امروزه یک دور ورزشکاران یکی از کلوبی که برای ترغیب طرز حیات سالم ترغیب نمودی دو در جمهوری فعالیت میبرد. فعالان اشتراک نمودند که نام کلوب دو تیجی است. امروز در دوی ملی خیلی فعال اشتراک کرده ایستادیم و چخیلی که در هر یک برآمد خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت قید می‌نمایند در آینده تاجیکستان این جوانان سالم میباشد و چخیلی که ما دیده ایستادیم امروزین چاره‌بینی در سطح بلند برگزار کرده شده ایستاده است و ما امیدواریم که در آینده اشتراکچیان دوی ملی زیاد میگردند. من امروز بسیار خرسند هستم که در بین جوان دختران
از سن 15 تا 30 ساله جای سیوم را اشغال کردند. مقصد برگزاری چنین معرکه ها آماده‌گردانی ورزش و هرچی بسیارتر به ورزش جلب کردن ساکنان شهر می باشد. در ناحیه اسپیتامن بخشیده به روز جوانان تاجیکستان معرکه عمومی ملی عمومی دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی دایر گردید که در آن ساکنان فعالان اشتراک نمودند. رئیس ناحیه اسپیتامن ضمن سخنرانی تاکید نمود که در زمان صاحب استقلالی با عزم و تلاش و غمخوری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه ورزش، سالمگردانی و ترغیب حیات سالم توجه خاصه روانه گردید. گفته شد که با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومی گردانیدن ورزش حکومت مملکت تدبیرهای زیاد اندیشیده عملی گردانی آنها را عامل مهم سالمی شخص و جامعه می حسابد. گذرانیدن دوی ملی که همه ساله در کشورمان راه اندازی می‌گردد از جمله تدبیرهای مهم رواج و رونق ورزش و عمومی گردانی آن میباشد. مقصد از برگزاری این چهاربینی عمومی ورزشی تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی میباشد. چهاربینی مذکور معرکه عمومی ملی بوده برای سالمی و عمومیت ورزش برگزار کرده می شود. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله در جمهوری یکشنبه 3 ماه می بخشیده به روز جوانان تاجیکستان گذرانیده می شود. به نظر متخصصان دویدن شاه ورزش بوده. از جهت طبی این نمود ورزش برای سلامتی و درست انکشاف یافتن انسان نقش بزرگ دارد. شخصانی که منتظم به این نمود ورزش مشغولند چست و چالاک، جسور و ماهر می‌گردند. در ناحیه اسپیتامن والیبال دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی معین گردیده با آنها و اشتراکچیان فعال تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. این چهاربینی سالمگردانی و جلب ساکنان به ورزش در شهر گلستان با اشتراک کارمندان کسب و کاری گوناگون در سطح بلند راه اندازی گردیده. رئیس شهر کلی اشتراکداران را به فرارسی روز جوانان تاجیکستان و برگزاری چهاربینی دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی تهنیت نمود. تاکید کرده شد که با مقصد عملی نمودن سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تحکیم طرز حیات سالم، رشد و عمومیت ورزش و جلب جامعه به تحکیم دوستی و وحدت سراسری امروز ساکنان شهر و شهرک‌های گلستان نیز با روح بلندی در این چهاربینی عمومی جمهوری اشتراک می‌نمایند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه ورزش یک سلسله تدبیرها اندیشیده است. در حقیقت دوی ملی یکی از عامل‌های عمومی گردانیدن ورزش و ترغیب طرز حیات سالم است. معرکه مذکور بهر انکشاف ورزش و تربیت جسمانی و تأمین شرکت جوانان مملکت در مسابقه‌های منطقوی و جهانی همه‌جانبه مساعدت می‌نماید. اشتراکچیان چهاربینی وابسته به سن و سال از نزد باغ زردآلوزار توسط کوچه اسماعیل سامونی تا نزد بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر مهارت ورزشی و چالاکی خود را نشان دادند. دوی ملی یکی از باحشمت‌ترین چهاربینی‌های مردم تاجیک است که در کشور برگزار می‌گردد. آن در واقع فراگیر پیرو برنامه مملکت است که از خرد تا بزرگ همه زیر یک اقدام یعنی سالمی جامعه، هم‌آوازی و یکدلی مردم اشتراک میکنند. از روی 4 زینه سن و سالی مردان و بانوان بین هم سبقت نمودند و غالبان معین کرده شدند. والیبال جایزه‌داران این چهاربینی با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. همزمان در 6 جماعت شهرک‌های شهر گلستان نیز معرکه دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی به طور عمومی تشکیل و برگزار کرده شد. در شهر بوستان معرکه عمومی ملی عمومی دوی ملی و معرکه ورزشی ماراتون ولوسپدرانی با اشتراک بیش از 2000 نفر ساکنان ورزش دوست برگزار گردید. معاون رئیس شهر بوستان ضمن سخنرانی ابراز داشت که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقش ورزش را در برابر تشویق و ترغیب طرز حیات سالم مهم ارزیابی نموده آن را یکی از وسیله‌های بهترین تحکیم دوستی میان انسان‌ها و کشورهای جهان می‌دانند. علاوه کرده شد که در آستانه تجلیل روز جوانان تاجیکستان در شهر بوستان جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 که همه ساله یکشنبه 3 ماه می در تمام قلمرو جمهوری معرکه عمومی ملی عمومی دوی ملی اعلان گردیده است. معرکه ورزشی و ماراتون ولوسپدرانی راه اندازی می شود.
در شهر بوستان جهت تامین فضای مساعد بهره به ورزش و تربیت جسمانی فرا گرفتن نورسان و جوانان و ساکنان و مهمانان اقدام سودمند راه اندازی گردیده است که هر هفته روزهای شنبه در کارگاه و مؤسسه ها، جایهای جمعیتی، باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی و گلگشت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مشق‌های عمومی ورزشی و ترینکور دایر کرده می شود. در معرکه دوی ملی بیش از 2000 نفر ساکنان شهر اشتراک نمودند که از اینها 750 نفرشان را بانوان تشکیل می‌دهند. هیئت اشتراکچیان دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی از نزد مرکز تشخیص طبی خصوصی ایگنس در این چاره‌بینی مهم ورزشی و سالمگردانی اشتراک و تا نزد بینای مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالاوقت در شهر بوستان طریق خیابان سامانیان دویدند. پیوسته مشغول شدن به ورزش به هر نفر نیرو و سلامتی میبخشد. به همین مقصد همه ساله در تاجیکستان صاحب استقلال چنین چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی برگزار گردیده خرد و بزرگ در آن فعالانه اشتراک می‌نمایند. معرکه عمومی ورزشی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در سطح بلند وطن دوستی و میهن پرستی تشکیل و گذرانیده شد. امروز در منطقه شهر بوستان با اشتراک زیاده از 2000 نفر شهروندان، البته جوانان، نورسان، سابقه‌داران، دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی بخشیده به روز جوانان تشکیل و برگزار شد که همه با احساسی بلند خودشناسی، با احساسی بلند وطن دوستی اشتراک کردند. هدف برگزار کردن چنین چاره‌بینی‌ها این پیش از همه عمومی گردانی ورزش میباشد و برای تربیت نسل سازنده سهم ارزنده دارد، به خاطری که ما کوشش میکنیم که جوانان را روحیه آنها را با ورزش، روحیه آنها را با خودشناسی، روحیه آنها را با وطن دوستی یعنی که جلب کنیم و بلند برداریم. از آغاز صاحب استقلالی کشور توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت نسبت جوانان بلند است، چون که یکمین قانونی که در جمهوری تاجیکستان قبول شده است قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاست دولتی جوانان است. به همین خاطر نسبت تربیت جوانان، نسبت عمومی گردانی ورزش امروز توجه حکومت کشور، توجه پیشوای ملت خیلی زیاد می باشد. به همین خاطر چنین چاره‌بینی ها جوانان را از شامل شوی از بیگانه پرستی، تروریسم و اکستریمیسم دور می سازد. به همین خاطر امروز دوی ملی با یک احساس بلندی وطن دوستی تشکیل و برگزار شد.